زوری از فضای آرام و آسوده کشور و سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای ارزنده مهنتی استقبال می‌گیرد. سال روان در پرتو سال معرفت حقوقی محتوای مقررات سندهای معیاری حقوقی که در کشور عمل می‌کنند بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان وسیع ترغیب می‌گردد. اطمینان است که تقویت معرفت حقوقی جهت تحکیم وحدت ملی مساعدت خواهد نمود. پیشوای ملت به مورد ذکر نمودند: ما تاجیکان تاریخاً ملت فرهنگی و خلق صلح‌پرور و صلح‌آور هستیم. امروزها تجربه صلح تاجیکان از جانب جامعه جهانی چون پدیده نادر فرهنگ صلح آفرین پذیرفته شده، جهانیان تشبس‌های تاجیکستان را دایر به حل مسائل مهم منطقه و جهان استقبال می‌نمایند. مورد ذکر است که تاجیکستان دوام سالهای صاحب دولتی در سمت بنیاد دولت دموکراتیک، حقوق بنیاد دنیوی یگانه و اجتماعی به موفقیت‌های نظررس نائل گردیده، سالهای آخر مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون استحصالی و اجتماعی وسعت تازه کسب نموده است. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده مردم سربلند پنجکent باستانی را از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent تبریک نموده قید کرد که محض در این سنه یعنی 27 ایون سال 1997 با تلاش‌های فرزند فرزانه ملت پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان استقرار صلح و رضایت ملی در کشور به دست آمد که از مهمترین رویداد تاریخی به شمار می رود. از همین جاست که صلح و وحدت ملی در برابر استقلال دولتی نعمت بی‌بها و مقدس و ارزشمند دانسته می شود. محض با شرافت پایداری صلح و وحدت در جامعه هویت و اصالت ملی، اندیشه ملی و خودآگاهی و خودشناسی ملی پابرجا گردیده، افتخار ملی هر یک فرد جامعه بیش از پیش احساس می شود. قابل ذکر است که کنسپسی صلح آفرین و به دست آوردن وحدت ملی تاجیکان را جامعه جهانی به صفت نمونه نادر صلح پروری و دولت سالاری پذیرفته است. تجربه به دست آوردن صلح میان تاجیکان نه تنها اهمیت ملی بلکه بین المللی دارد، زیرا چنین روند به صفت مثال بی‌نظیر برای حل و فصل مشکلات صلح و وحدت ملی ممالک منطقه‌های گوناگون مساعدت کرده می‌تواند. مرحله‌های مهم تجربه سیاست صلح‌جویانه پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جاده تامین صلح و وحدت ملی در مورد به وطن برگردانیدن شماره زیاد گریزه‌ها، اینچنین تشکیل همگرایی اجتماعی آنها از طرف تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین‌المللی واقع بینانه ارزیابی شده، همچون نمونه نادر صلح آفرین اعتراف گردیده است. با شرافت امضای سازشنامه تاریخی در جمهوری تاجیکستان مرحله نوی رشد اقتصادی و اجتماعی و احیای فرهنگی ملی آغاز شد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام تبریکیشان به مناسبت روز وحدت ملی تاکید نمودند: ما وحدت ملی را در برابر استقلال دولتی یک رکن مهم دولتداری و شرط اصلی پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان می‌دانیم و برای تقویت، تحکیم، استواری و تکامل من بعد آن با دستگیری مردم سربلندمان همه تدبیرهای ضروری را می‌اندیشیم. برنامه جالب فرهنگی که وحدت ملی، صلح و صلاح و آبادی و آسودگی وطن عزیزمان را تجسم می‌نمود، انجام بخش جمع آمدی تنتنوی بود. گزارش صبرین اکرم و خیام جوریف، شاه حسین صالحов، شهباز قربانov و زرخونی نعمت‌الله. در روزهای تجلیل 27مین سالگرد روز وحدت ملی در شهر باستانی پنجکent در دایره آمادگی‌ها به جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات نو به فعالیت آغاز نمودند.
رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، مدیر شعبه صنعت و انرژتیکای ولایت آصفخان شریفزاده نخست در مرکز خدمترسانی بیش از 7 شناوری زمانوی را برای بانوان مورد استفاده قرار دادند. رئیس شهر پنجکند و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با انشاءات نو شناس گردیده با اقدام سازنده روسلان صالحов بهای بلند داده همزمان از دیگر صاحبکاران دعوت شد که آنها باید با بنیاد انشاءات گوناگون در آباد و زیبا ساختن شهر و دهات پنجکند، تأسیس جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم سهم ارزنده گذارند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده تاکید نمود که سالهای آخر مرکز خدمترسانی و دلخوشی بیش از برای ساکنان و مهمانان شهر باستانی پنجکند و سیاحان از کشورهای گوناگون شرایط‌های مساعد زمانوی را فراهم آورده است. با اشتراک رئیس شهر پنجکند و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، در شهر پنجکند باز یک انشاءاتی نو مؤسسه دولتی مرکز دندان پزشکی در نزد بیمارخانه مرکزی شهر به فعالیت آغاز نمود. اطلاع داده شد که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند مؤسسه در مدت کوتاه بنیاد گردیده آن از 12 حجره کاری طبابتی، 3 حجره دندانسازی، حجره جراحی عبارت بوده 47 نفر طبیبان و کارمندان میانه طب با کار تامین گردیدند. رئیس شهر پنجکند و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با هیئت راهبری، طبیبان، کارمندان این مؤسسه یک صحبت صمیمانه انجام داده آنها را به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هدایت کردند. در عرفه تجلیل جشن وحدت ملی، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت آصفخان شریفزاده به قسم‌های حربی شهر پنجکند تشریف آورده هیئت شخصی، افسران و سربازان این قسم‌های نظامی را با روز وحدت ملی تبریک نمودند. در سخنرانی‌های تبریکاتی تاکید گردید که در این سنه سرنوشت ساز خرد اجدادی ملت تاجیک پیروز شد و سند مهم و تاریخی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسیده به خاتمه جنگ دهشتبار تحمیلی شهروندی و همدیگر فهمی و وحدت مردم کشور زمینه استوار گذاشته شد. سازشنامه صلح و وحدت ملی برای خلق تاجیکستان پیک شادی، پیام آرامی و نامه اقبال و سعادت گردید. باید گفت که ما به این روز مبارک با سعی و تلاش زیاد و در نتیجه مذاکرات طولانی میسر گردیدیم. با شرافت راه اندازی گردیدن روند وحدت ملی و صلح و ثبات، حکومت مملکت با دستگیری مردم شریف کشور با برطرف نمودن دشواری و مشکلات زیاد جامعه و دولت در نوبت اول برقرارسازی بعد جنگ آغاز نمود. با گذشت وقت زخم‌های جنگ تدریجاً شفا یافتند، خرابی‌های جنگ آباد گردیدند، اما مردم ما هنوز سبق‌های تلخ و دهشت و فاجعه جنگ را که در نتیجه آن صدها هزار کشته و میلیون‌ها نفر دیگر آواره و بی‌خانمان شدند فراموش نکردند. همچنین در قسم‌های نظامی دستورخوان ادانه آراسته شد. тавri vo qablan اطلاع داده بودیم سنه‌های از 20 تا 23 ماه ایونی سال روان در قلمرو جماعت‌های دهاتی شین، ورو، رودکی و دیگر موضع‌ها بر اثر باران‌های شدید و سیل کلان با انشاءات مهم خواجگی خلق حولی زمین‌های شهروندان زیان‌های کلان رسید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مقصد
برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی با یک هیئت نمایندگان دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری و دیگر مسئولین از موضوعهای آفت دیده جماعت‌های دیهات شینگ، ورو و رودکی دیدن نمود. در جماعت دیهات رودکی نیز رئیس شهر عبدالخالق زاده با آن موضوعهایی که در نتیجه سیلباران‌ها خراب شده بودند دیدن کرد. با رئیس شهر اطلاع دادند که امسال زیان‌های آفت طبیعی خیلی زیاد است. از جمله در سربند کانال کلانترین شهر پنجکین، کانال مرغیدر، خرابی‌ها بیشتر به مشاهده رسیدند. رئیس شهر در همان لحظه ها با راهبران دختار دستور داد که با استفاده از همه گونه واسطه‌های تکنیکی برای برقرارسازی عاقبت‌های آفت طبیعی در دهه‌ها و موضع‌های آفت رسیده جماعت دیهاتی رودکی چاره‌های فوری اندیشند. همین طور از طرف مسئولین و دیگر راهبرانی که برای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت‌های بالازیق مسئول بودند کارهای مشخص انجام داده شدند. راه‌ها سری وقت کشوده شدند. برای مردمی که در حالت خیلی ناگوار قرار داشتند یاری اولین رسانیده شد. از طرف شعبه حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سوخت در شهر پنجکین برای هرچی زودتر برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی، پیشگیری از همه گونه حادثه‌های غیر چشم‌داشت، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی نیز گذرانیده شد. در جریان بازدید از جماعت دیهاتی رودکی، رئیس شهر در نزد مسئولین وظیفه گذاشت که باید کلانترین کانال آبیاری، کانال مرغیدر که برای آبیاری بیش از 5000 گکتار کیسار و باغات پیش بینی شده است، در نوبت اول از همه گونه پرتوها، لایقه، سنگ و شغلی که سیل آورده است تازه کرده شود. با این مقصد ده‌ها عدد تکنیک‌های مقتدر جدا کرده شد و خوشبختانه از طرف مسئولین برای به این کانال جاری نمودن آب پالیزی تدبیرهای مشخص عملی گردید. طوری در بالا اشاره گردید، یکی از موضوعهایی که سال روان بر اثر آفت‌های طبیعی با خرابی‌ها روبرو گردید، دهه‌های علاهیده و انشاءات جماعت دیهاتی شینگ بودند. رئیس شهر عبدالخالق زاده با همراهی مسئولین بارها از جماعت‌های دیهاتی که با آفت طبیعی گرفتار شدند سفرهای کاری انجام داد. در جماعت دیهاتی شینگ رئیس شهر پیش از همه با مسئله برقرار ساختن راه‌ها از موضع دوبه تا موضع استراحتی هفتگل و دهه غیشدربه که چند روز در محاصره قرار داشتند مسئولین را وظیفه دار کرد و اظهار نمود که این جماعت یک جماعت سیاحی می باشد. همه روزه صدها نفر مهمانان سیاحان داخلی و خارجی با موضع زیبا منظری هفتگل می آیند و باید هر یک راهبر احساس نماید که این راه‌ها و پل‌ها و موضع‌های خراب گردیده سری وقت برقرار کرده شوند. همینطور در مدت خیلی کوتاه همه راه و پل‌ها جماعت دیهاتی شینگ برقرار کرده شد و با سفارش به واسطه رئیس شهر عبدالخالق زاده نوبسته از مرکبی موقع جاگیرشوی دهه غیشدربه اینجا کارهای زیادی انجام یافتند و راه این دهه نیز گشوده شد. این زمان با سفارش به واسطه رئیس شهر عبدالخالق زاده برای برقرار کردن قطعه‌های ضرر دیده راه دهه غیشدربه کارهای زیادی عملی می شوند و تاکید شد که روزهای نزدیک راه این دهه پرراه گشوده خواهد شد.
дар натиҷаи боронҳои шадид ва омадани сели калони харобиовар дар ҷамоати деҳоти Шинг ба роҳу пулҳо, иншооти гуногун, манзилу заминҳои шаҳрвандон зарари калон расонид. аз рӯи нақли сокинони ҷамоат чунин сели калон бори аввал омад ва хушбахтона ба ҷони шаҳрвандон осеб нарасонидааст. бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои харобиовари ин офати табиӣ, раиси шаҳри Панҷакент бо ҳамроҳии роҳбарони воҳидҳои сохтории дахлдор, вакилони вилоятиву шаҳрӣ аз ҷамоати деҳоти Шинг дидан намуда, барои ҳарчи зудтар барқарор кардани роҳҳои вайронгардида ва дигар иншооти муҳим масъулинро вазифадор кард. таҳти роҳбарии бевоситаи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарону мутахассисони соҳаҳои дахлдор нахуст роҳҳоро барои ҳаракати нақлиёт ва шаҳрвандон барқарор сохта, хатҳои кандашудаи интиқоли барқро васл намуда, деҳаҳои алоҳидаро бо нерӯи барқ ва дигар воситаҳои зарурӣ таъмин намуданд. дар ҷараёни сафари кори раиси шаҳри Панҷакент бо сокинони деҳаҳои ҷамоати деҳоти Шинг суҳбату мулоқотҳои сарироҳӣ анҷом дод ва изҳор дошт, ки дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои пурра бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. сокинон низ дар навбати худ миннатдор аз он буданд, ки дар ин рӯзҳои вазбин канори онҳо роҳбарияти шаҳр ва масъулини дахлдор ҳамроҳ ҳастанд. бояд қайд кард, ки дар ҷамоати деҳоти Шинг дар мавзеи Ҳафткӯл роҳҳо хароб гардида барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз ҷумла сайёҳони дохиливу хориҷӣ мушкилот пеш омад. бо супориш ва иштироки раиси шаҳри Панҷакент роҳҳо барқарор шуданд ва чандин мушкилоти ҷойдошта ҳалли худро ёфт.
در روزهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند، وکیل ولایتی و رهبریت جماعت دهاتی شینگ قبول شهروندان تشکیل گردید و برای بررسی و عملی نمودن درخواست‌های ساکنان جماعت شخصان مسئول دستور و سپارش‌های مشخص گرفتند. در جماعت دهاتی شینگ با سپارش رئیس شهر پنجکند ستاد دائم و عمل کننده حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی تأسیس یافت و فعالیت آن زیر نظارت قطعی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند قرار دارد. گزارش صبرینه اکرم و شهباز قربانوف و زرخونی نعمت‌الله. صبح سنه 24 ایونی سال روان تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند جلسه هفته‌وار نظارتی برگزار گردید. در جلسه نخست مسئله کادرها بررسی گردیده منصورزاده عبادالله اجرا کننده دیرکتور اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان تعیین کرده شد. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکند توجه مسئولین را جهت برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت‌های دهات که روز گذشته روی داد، در پی بارشات در چند از جماعت‌های دهات روی داد، جلب نموده جهت برطرف کردن کمبودی‌ها مسئولین را وظیفه‌دار نمود. همچنین به مسئولان اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان سپارش داده شد فعالیت همه پایگاه‌های آبکشی زیر نظارت قرار داده شده منتظم پایگاه‌های آبکشی فعالیت نمایند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکند اوید به بررسی جدی مراجعت‌های شهروندان مسئولان را وظیفه‌دار نمود. با مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش جهت تقویت نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بین جوانان، تعمیر و به فعالیت آغاز نمودن حوض شناوری، تامین آب نوشاکی اهالی، تازگی شهر، به تعطیل تابستانه جلب نمودن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، وسعت کارهای کشاورزی مسئولان دخلدار سپارش گرفتند. همچنین در ادامه جلسه به رهبران کارخانه و تشکیلات‌هایی که در اساس امر رئیس شهر پنجکند به جماعت‌های دهات مسئول وابسته کرده شدند سپارش داده شد. جهت پیشگیری شامل شوی اهالی به گروه‌های افراطی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، آمادگی به دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی و کشتی تکراری سپارش‌های مشخص داده شد. همچنین در ادامه جلسه کمیسر حربی شهر اوید آمادگی به دعوت تیرماهی جوانان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان حسابات داد و مسئولین دخلدار جهت سریع وقت اجرا نمودن کمبودی‌ها وظیفه‌دار شدند. همچنین به معاونان رئیس شهر بخش فرهنگ شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر جهت در سطح بلند تجلیل نمودن روز وحدت ملی در همه جماعت‌های دهات و محله‌ها گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی سپارش داده شد. در خاتمه جلسه پیشنهاد مقامات حفظ حقوق بررسی گردید. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکند جنبش نموده از رهبران تمام کارخانه و تشکیلات‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلندی مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرینه اکرم و شهباز قربانوف. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید میکنم که مردم پنجکند باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.